در تالار کتابخانه مرکزی شهر به نام убайд رачаб روزی یگانه اخبار در موضوع وحدت سرچشمه صلح و ثبات کشور بخشیده به افتخار 24مین سالگرد روز وحدت ملی و جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان گذرانیده شد. در چورابینی کارمندان کتابخانه مرکزی بخش فرهنگ و خوانندگان فعال کتابخانه اشتراک نمودند. در جمع آمد سرمتخصص کتابخانه مرکزی با مولای وزرینه درباره روز وحدت ملی و نقش اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بابت تامین فضای صلح و آسایش در کشور سخن گفت. یکی از بزرگترین دستاوردهای زمان صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان امضای سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی در سنه 27 ایون سال 1997 به شمار می‌رود. خوشبختانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در یک مدت خیلی کوتاه طرف‌های درگیر را به هم آوردند، مردم گریزه را به وطن برگرداندند، در کشور صلح و ثبات و رشد و ترقیات را تامین نمودند. به شرافت وحدت ملی خلق تاجیک موجودیت تاریخی خود را احیای نو بخشیده به بنیاد دولتداری ملی آغاز نمود. با رسیدن به صلح پایدار و وحدت ملی سطح زندگی اهالی کشور بالا رفت، مقام و اعتبار دولت تاجیکان در عرصه جهانی شناخته گردید و زمینه‌های مساعد برای رشد تمام ساحه‌های خواجگی خلق و مخصوصا در سمت تطبیق 3 هدف استراتژی، رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی، رسیدن به استقلالیت انرژتیکی و امنیت آذوقه‌واری شرایط‌های مساعد فراهم آورده شدند. همچنان خوانندگان فعال کتابخانه در وصف صلح و وحدت پارچه‌های شعری قرائت نمودند. وطن افسانه پردازه، تو را افسانه می‌خواند. حقیقت خانه آثاره، حقیقت خانه می‌خواند. یکی در کوهساری شادمانت قصر می‌بیند. یکی کاشانه غم در بغل کاشانه می‌خواند. تاجیکستان، من نمازم را به نامت میگذارم تاجیکی، افتخارم تاجیکی، دارو ندارم تاجیکی، عطرآمیز و فرح افزا فضای کشورم، لفظ شیرین و کلام شیره دارم تاجیکی. کارمندان کتابخانه شکرگزاری از وطن و دیار و فضای صلح و آسایشته کشور خویش را چنین اظهار داشتند. وحدت به ما چی داد؟ وحدت به ما صلح داد، آرامی داد، آسایشتگی داد. وحدت است که ما همینجا به شیشته صحبت کردیم، گپ زدیم. ما با پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان منتداری خود را بیان میکنیم که چقدر آبادی کردند، چقدر صلح و وحدت آوردند. اما باید تذکر داد که چورابینی ها بخشیده به روز یگانه اخبار در شهر و دیهاتمان سودمند گذشت و در آن باری دیگر تاکید شد که صلح و وحدت عامل پیشرفت و شکوفایی تاجیکستانی عزیز است. گزارش مرتبه رحمانوه و خیام جورایف برای برنامه اطلاعاتی پیغام.